من خودم رفتم شکایت کردم، شکایتم قبول نکردم. بعد منم اگر زنده موندم خودم میگم بچه‌م کار، اگر خودم زنده موندم حق من از اونجا میگیرم، اگر نموندم که مردم هیچ دیگه. همه رفته تظاهرات داد که نیامد شد، من چی بگم؟ همه چیزی نگفته شد، همه رفته به دانشگاه دیگه و رفته به سرش کلاسش دیگه نیامد دیگه. یه موقع من نو گروه گفتم دیگه بیمارستان پلیتن فوت کرده دیگه. ساعت خونه بود دیگه بیمارستان ساعت خونه. من رفتم دیدم گفتم کامات رو گفتم بیرون ببینیم، گفت نمیشه. بعدا گفتن که اینا فامیل گفته فوت شد. مادرشون چطور؟ حالش خوب هست؟ خدا انشالله اون که داغ چه دل مادر شده به دل اونا هم بزنه. من میگم خدا به حق حسین داغ چه به دل من مادر شده به دل اونا هم بزنه. من جانا دستم چیزی نمیشه. ما از خدا منودم ولی منشر نیستیم که. گفت رفته بیواسه تموم شد. همه چیزم بود. همه چیزی من بود. همه گفتم همه چیز من بود. همه چیز خانوادم بود.